میگه حیف فرزند که به ناموس و به عار شود، پدر و مادر او وقتی پیری خوار شود. علیکم آقای اسماعیل. همین بچه ها که من 4 ساله مسکوه شروع کردم، 4 سال میشوم. اینا 2 ماه های درکش نیست، زنگش میزنم تلفنو ما جواب نمیتن، نمیدونم چکو که چی کجا ده در هم مسکوه میگم که درکش نمیگه در کجایم، نمیدونم قطعی کیه. بعد زنگ میزنم بچه ها میورداره میگه که بیرون ده های در واگون های در میکجو های میگه درکش نیست. تلفنمون جوابش نمیده، کمی میبینه کمی میشنود، دیدایش بشنود همرا دیدانش بگن که خیلی تری حتی چه سراغ دوره. اکا اسماعیل تیموس اکام را که گوش شروعیم بکاریم که در کجو بشه چکو کیسته درک شبیوه. بچه ما اینی دینم دوره 10,004 نمیدن نورا کدوم بچه ای بود مسته که نمتری 2 ماه درکش نیسته. تلفنو ما جوابش نمیده، چی میکنم خچوالی بگونه میگیره. من مادرشم اوش میشناسم، اوش کرد و گردن نمیگیره که من مادر من نمیشناسم، نمیدونم. میگه شما کیین کی نیستین، چی با مده زنگ میزنین، زنگ نزنین میگه. نمتره که اسماعیل کمی چی میکنم بگینش درک شبیه و کجا ده چکو که استه. حیفی همیخ فرزندا بچورا مادر به آب دیده با چشمان چار در ما و شما مراجعت کرده است که برای یافتن فرزندش کمک رسانید. مادر میدونه که فرزندش در مسکو ولی نمیدونه در کجاش. مادر میدونه که فرزندش کار کرده است ساق و سلامت ولی 2 ماه میشوه که آوازی شیرین فرزندش نشنیده. برای مادر یگان مال دنیا در کار نیست. برای مادر پول مالی ما و کیسه غوثی ما و سر فرمه ما لازم نیست. فقط دانستن سلامتی خوبی فرزند برای مادر کفایه. شنیدن یک آواز فرزند برای مادر کفایه. التماس جوانای عزیز، برادرای عزیز، خواهرای عزیز، وقتی که سفر میکنین به ملکای بیگانه به غریبی میروین، هر لحظه و مینوت هم که نباشه اقلا در 1 روز 1 مرتبه، اقلا در 2 روز 1 مرتبه از حال و احوال مادراتون پرسان شوین، همراه مادراتون گپ زنین، همراه والدیناتون گپ زنین. تشویش میشوند. صورتی در همیجا موندگی را همین بچه که صورتش در همیجا موندگیم مادرش جستجوش کرده است. 2 ماه میشه میگه قطیم گپ نزده بچم. کدام نفرایی که همین بچه را میشناسین صورت از من یه بار دیگه پیش میبیارم، التماس گپش زنین، بگنش که پشیمان میشوه. 2 روز پس پشیمان میشوه. او وقت دیگه نه پول مال یاردمش میکنه، نه داراییش یاردمش میکنه، نه عروساش یاردمش میکنن و نه گفتی و گپا. کیف دنیاییش وقت مادر عیده زد تمام سر تا در دیوال میزنی، دستمو میزنی، میری در سری منزلش زاری با پن ناله میکنی، نه که فایدت نمیکنه، بیفایده. برای همین حاضی که مادر در قید حیات های زنگ زن شیر بچه همراهش صحبت کن، بخشیش پرس، گریه و ناله کن که مادرت بخش گناهایی کردگی تا و این قدر عذابایی که دادگیشه مادرت در این گناهات بگذره. انشالله مادرها در دل نمیگیرن. مادرها یک سخن شما بس اینمی اوچه جان من ابو بخشگو اینمی خگه بس برای مادرها همه غم و درد دلشان میبرو میره. من باوری دارم که ویدیو به صاحبش میره و میرسه و همین برادر مادرش زنگ میزنه و حال و احوال مادرش پرسان میشه. اگر که شما ویدیو را لایک و کامنتاری و پدیلیت سکنین همین ویدیو تاپ ده برویا، باوری دارم که میبینه همین بچه ها میبینه همین ویدیو را و بعد از همین مادرش ده زنگ میزنه. و در دوام همین ویدیو مراجعت دارم به تمام جوانا، التماس این بیعقلی را نکنین، به نام و نشان شده گم شده نروین.
هر جایی که میرین، هر جایی که کار میرین، چی کار میکنین، چی عموما با کدام گوشه دنیا که سفر میکنین، خانواده را آگاه کنین که من به فلان جا میرم، یا اینکه من فلان جا، من در فلان جا کار کردم. ممکن همه وقت فکر کنین شونا. الله یارو مددگارتان. امیدوارم به طرف نمیشیم. ویدیو را پدیلیت و لایک و کامنتار ممنون. سلام.